بدید من درست میکنم بزنید من امروز درست میکنم شما بخورید من خودم بتونم همه کارا خودم وقتی که بچه بودم خیلی آرزو بود بچه‌ها بازی میکرد و خیلی دلم می‌خواست برم با بچه‌ها بازی کنم. فقط صدای بچه‌ها میفهمیدم یا خدای کاش که من میتونم یک لحظه فقط یک لحظه با این بچه‌ها بازی کنم. مثلا بچه‌ها همه داشتن مثلا بازی میکردن ایران میدویدن اورا میدویدن یا مثلا یک لحظه من تنها جام داشتم میرفتم نگاه شده میکردم یعنی جوری میشدم صدای بچه‌ها میزدم مثلا بچه‌ها بیاد اصلا بچه تو فکر بازی خودش بود حتی تو شب که خوابیدم خواب میدیدم مثلا مدرک چطور هم این بچه‌ها بازی میکنم چطور درم میرم ناگهانی تو خواب بیدار میشدم خدایا کاش که یک لحظه دیگه برنگشت ولی اون تو لحظه خیلی ستم میکشیدم اگه بارون میومد اگه مدرسه میرفتم روی زمین‌های بارونی به خدا خود میکشیدم بیلتر نداشتم میرفتم روی زمین‌های بارونی یعنی خیس بود اونجا که میرفتم یعنی پام دیگه یخ تا زانم دیگه جو اصلا جو توش نبود ولی بازم میرفتم خیلی دوست داشتم برم مدرسه خیلی ستم بود خیلی یعنی حالا فکرش که میکنم نمیخوام یک لحظه من نمیخوام برگرده به بچگیم اصلا نمیخوام برگرده چون خیلی ستم میکشیدم خیلی نگی بچه‌ها میکردم بچه‌ها مثلا یه جشن بود عروسی بود یا جی بود میرفتم من میدونستم من حالا باید یه تنها بمونم یا باید تنها بمونم تا این عروسی یا این جشن تموم شه دوره بچگی خود اینطوری تموم بعدش دوستان همش بزرگ شد در توش دیگه شاید اصلا سال میاد و رفت هم ندیده فقط بعضی روزا مثلا بفهمیدم مثلا فلانی مثلا عروسش کرد فلانی دومتش کرد خوشم میومد دوست داشتم حداقل برم تو جشن عروسیشون باشه منتهی جنم نمیتونستم برم فقط میفهمیدم فقط به گوشم میرسید مثلا فلانی عروسش کرد فلانی بچه داره فلانی مثلا همچون جایی خیلی دوست داشتم ببینمشون ولی نمیتونستم ببینمشون به تو هر تایش رفتن و از هم دور شد اصلا هم نمیخوام برگردم به دوره بچگیم یا مثلا چیزی چون خیلی دوره بچگی اذیت شدم چه دیدمش امکاناتی نیست ولی حالا روزی ساعت با برم خدایا الهی شد بازم من راضیم به رضای خدا همین میتونم خودم مثلا چای برای خودم درست کنم غذا برای خودم درست کنم ظرف خودم بشورم جارو برای خودم تر و تمیز کنم اصلا نه خونه آنچنانی نه مال دنیا نه پولی چی نمیخوام فقط از خدا میخوام یعنی رو جا نذارم فقط رو جا نذارم احتیاج محتاج هیچ کم نباشم یک بار اگر خدا و خودش خواست امام حسین ابوالفضل خواستن یک بار برم زیارت آقا علی ابن موسی رضا دیگه هیچ جا نمیخوام هیچ کاری تو دنیا هیچ آرزویی ندارم